سپری شود. دوستان عزیز، امروز کابل به اندازه سرد است، به اندازه. یعنی در طول امسال امروز روز سرد نبوده. هوا به منفی 15 درجه در کابل. تازه کارش تمام شد و تازه به فعالیت دیگه آغاز کرده. طرفم تکه فروشی ها رو میبینین دوستا و این چیزا رو ببین که پایین شده. این پایین بهتر است به نظر من. در هر دکان می باشه. دوستا آدم که دست خود میگیره، دست یخ میبرد، نمی جیب بیرون کنی. اینقدر سرد شده کابل. سلام و درود مسار تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز، امروز کابل به اندازه سرد است، به اندازه. یعنی در طول امسال امروز روز سرد نبوده. هوا به منفی 15 درجه در کابل میرسه و با اینا که شما دیگه بیبرقی را مضافه کنین دیگه بیخی وضعیت ها تخت میشه، خصوصا از طرف شب. خب دوستان عزیز، یک پا به هر صورت ما آمدیم و در فروشگاه شهر کابل هستیم. یکی از مناطق که دیگه هر چیز در اینجا پیدا میشه، از بوت و نمیفهم تکه گرفته تو همه چیز دیگه. تو میرین دوستان عزیز پیش سلو به طرف پل خشتی شهر کابل ببینیم که چی هست و چی نه. خدا کنه جای نلخشیم. دو سه دفعه پایم میره دوستا که در این وقت لخشیدن هم دیگه قار خداست. هم تو بریم دوستان عزیز سلو به پیش ببینیم که چی هست و چی نه. این طرح دوستان ها رو ببینیم دوستان عزیز که بوت است و کرمچ و تکه و کالا و لباس. دوستان تو سلو با پیش بریم بیاییم دوباره این طرف سرکی طرف. هم چیز نیست و هم شمال است و هم یخزدگی دیگه. مثلا دوستان از یکی از دوستای ما در کامنت سوال کرده بود که این ساختمان مدرن زیبای آبی چی هست. دوستان عزیز، یک مرکز تجارتی خرید و فروش هست که تازه کارش تمام شد و تازه به فعالیت دیگه آغاز کرده. طرفم تکه فروشی ها رو میبینین دوستا و این چیزا رو ببین که پایین شده. این پایین بهتر است به نظر من. شورنخوت هم دوستان عزیز در هوای سرد چه کیف میکنه. رفت دیگه دوستان عزیز، هر رقم لباس که بگوییم بوت و این چیزا پیدا میشه. بارم دوستان عزیز مثل روزهای گذشته نیست. این طرف کلش پارکینگ از دوستان عزیز. موترها میبینیم اینجا استارت میکنن. اینی بیادر مامونه جمپن موتر در دستش هست و حتما پیش پالوان میره. یک نفر از مرادخانی دوستان عزیز زیاد مشهور شده در این وقتا به نام پالوان اسپیشال، یا که گودکی پالوان بگوییم چی بگوییم، گودکا جور میکنن، باز گودکی اسپیشال میگن. بسیار یک نامه که خوب داره و مردم جمپنای موترش وقتی بلند میکنن یا موتر بلند میکنن یگان کارهای دیگه باز پیش از همون میرن، چون کارش میگن بسیار خوب است. دوستان عزیز، یک درگه شعار مردارم شده، چپل شده
برف و باران که میشه این جنجالا را داره. یعنی کالاهای کوچک عسکری و نظامی هم دوستان عزیز هست. بوتا رو ببینیم، بوتای رنگ و رنگ در هر دکان می باشه. استاد که دست خود میگیره، دست یخ میبرد نمی جیب بیرون کنی. اینقدر سرد شده کابل. این طرف دوستان عزیز رستوران هستی. رستوران غذاهای ایرانی هم داره دوستان عزیز، مثل قرمه سبزی و این چیزا. یک چند وقت بود دیگه نمیکنم که حال هم داره یا نه. مقصد سابق بود. دوستان عزیز کم کم میرسیم به طرف پل خشتی شهر کابل. اینه کابلی رو میشه ببینیم دیگه خلاص بود، قدر چیزا نمانده بود. یک دو دانه ماهیچه و ملنگ نگاه کرده بود. اینا رو گیرن برف را میتکنم از سر سایبانایشون که خرابی نشه. دیگه دوستان عزیز فروشگاه کم کم ختم میشه و میرسیم به پل خشتی شهر کابل. دیگه حتما دوستان عزیز منتظر ویدیوهای پل خشتی، مرادخانی کابل و پل یک پیسگی باشین. دیگه فروشگاه میشه ختم میشه. دیگه امیدوار هستم که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان. Gracias.